دختری که به بانوی شورشی دربار معروف بود و کلیشه‌های جنسیتی دوران قاجار رو زیر سوال برد، تاج السلطنه است. 12مین دختر ناصرالدین شاه که اسمش رو گذاشته بودن زهرا و پدرش تاج السلطنه صداش می‌کرد. میگن که با وجود مکتوبات کم تاریخی در مورد زنان، این شاهزاده قاجار با نوشتن خاطرات خودش که در اون دوره از تاریخ اقدامی نادر از سوی زنان محسوب می شده، جستجو در مورد زندگی، سرنوشت، افکار و عقاید خودش رو برای مردم در آینده آسان‌تر کرده. بسیاری از پژوهش‌هایی که درباره اون صورت گرفته، برگرفته از دست‌نوشته‌ها و خاطرات خودشه که بخشی از اون به صورت نسخه خطی در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران نگهداری میشه. تولد تاج السلطنه. بر اساس خاطرات تاج السلطنه و پژوهش‌های صورت گرفته درباره اون گفته میشه که در سال 1301 هجری قمری یعنی 1263 هجری شمسی در حرمسرای شلوغ و فراخ سلطنتی زاده شد. پدرش ناصرالدین شاه 4مین پادشاه قاجار و مادرش توران السلطنه دختر عموی ناصرالدین شاه بود. اون بعد از تولد به رسم دربار از مادرش جدا و در عمارت جداگونه‌ای توسط دایه نگهداری میشه. تاج السلطنه بعدها در خاطراتش از این رسم بسیار انتقاد میکنه و آرزو میکنه که ای کاش به جای پرورش در دامان دایه‌ای بی سواد در آغوش پر از مهر مادر رشد میکرد. جالبه که با وجود انتقاد شدید اون از این رسم، خودش هم فرزندانش رو به دایه میسپاره و از همین مسئله بعدها بازم پشیمون میشه. در 7 سالگی به مکتب میره و به دلیل تعلق به خاندان پادشاهی از نعمت خواندن و نوشتن که در اون زمان برای زنان مرسوم نبود برخوردار میشه. اما زمانی که هنوز 9 سالش بود، اون رو با حسن خان شجاع السلطنه پسر محمد باقر سردار اکرم که اونم نوجوان بود برخلاف مخالفت زیادش نامزد میکنن. ازدواج تاج السلطنه. تاج السلطنه در سن 13 سالگی و 1 سال بعد از فوت پدرش که به دست میرزا رضای کرمانی به قتل میرسه، توسط برادرش مظفرالدین شاه که به جای پدر به تخت نشسته بود، با گریه و زاری به خونه بخت فرستاده میشه. خونه‌ای که به گفته خودش هیچ وقت در اون خوشبخت نبوده. به گفته تاج السلطنه، همسر اون کودکی لوس و خودخواه بود و حسادت حاسدان و تحریک و تشویق اطرافیان اونو به مردی بی‌بند و بار و هوسران تبدیل کرده بود که شب نشینی و خوشگذرونی با دوستاش رو به همصحبتی با همسرش ترجیح میداده و به خاطر خوشگذرونی‌های مکرر شجاع السلطنه و عدم حضورش در منزل، تاج السلطنه بیشتر اوقات تنها و غمگین بوده. اما از یه طرف این تنهایی به اون کمک میکنه تا به مطالعه کتاب‌های مختلف و علوم و فنون جدید متمایل بشه و بیشتر وقتش رو صرف یادگیری کنه. خوندن کتاب‌ها و رمان‌های فرنگی و آشنایی با علوم و دانش‌های جدید غرب اونو به سفر به اروپا و دیدن مظاهر تمدن اون دیار مشتاق میکنه. طلاق تاج السلطنه. عدم همفکری تاج السلطنه با همسرش و همچنین تحریک و اختلاف افکنی اطرافیان سرانجام منجر به جدایی اونا از هم میشه و وجود 3 فرزند هم نتونست مانع این امر بشه. تاج السلطنه در خاطراتش علاقه به یادگیری دانش و سفر به اروپا رو
علت جداییش از همسرش بیان میکنه، ولی بعدها پشیمون میشه و وسوسه اطرافیان و به ویژه آموزش‌های معلم خودش رو که سعی در جدا کردن اون از مذهب داشت مسبب جداییش میدونه. تاج السلطنه تحت تاثیر معلماش حجاب رو کنار میذاره، لباسای فرنگی میپوشه و ترک مذهب میکنه. حتی برخی از منابع اشاره میکنن که اون بعد از خاتمه دادن به ازدواج ناموفقش در روابط آزادانه با مردان افراط هم میکنه. از زندگی شخصی تاج السلطنه که بگذریم، اون از نخستین زنان ایرانیه که به وضعیت ناخوشایند زنان جامعه، بیسوادی، ناآگاهی و ستم روا شده به اونا به سختی انتقاد میکنه. اون همچنین حجاب زنان قاجاری رو مانع حضور اونا در اجتماع و کسب علم و فضیلت میدونست. تاج السلطنه و انقلاب مشروطه. تاج السلطنه با وجود اینکه متعلق به خانواده سلطنتی بود، با شروع انقلاب مشروطه به طرفداری از این انقلاب قیام میکنه و به انجمن‌هایی که زنان اصلاح طلب و تجددخواه ترتیب داده بودند میپیونده و برای دستیابی زنان به آرمان‌ها و خواسته‌های خودشون تلاش میکنه. تاج السلطنه همیشه از وضعیت نابسامان زنان روزگار خود، بیسوادی و دوری از دانش، خانه نشینی، ناآگاهی از اوضاع جامعه و مملکت و حقوق نابرابر زن و مرد در ایران شکایت می‌کرد. همچنین از اوضاع ناخوشایند کشور، سیاست‌های نادرست، اسراف‌های شاه و درباریان، سفرهای پرهزینه و بیفایده شاه، خویشاوند پروری، خرابی اوضاع اقتصاد و معیشت مردم گله می‌کرد. اون اگرچه پدرش رو هم سرزنش می‌کرد، اما مخاطب اصلی حرفای اون بیشتر برادرش مظفرالدین شاه بود. تاج السلطنه در مورد حکومت برادرش می نویسه: هر کسی مسخره‌تر و رذل‌تر است بیشتر مورد توجه است. تمام امور مملکت در دست یک مشت اراذل و اوباش و مال و جان و ناموس مردم در معرض خطر است. تمام اشخاص بزرگ، خانه نشین و تمام مردم مفسد، بی سواد، نانجیب، مصدر کارهای عمده بزرگ. تمام مردمان با حس وطن دوستی در خانه‌های خود نشستند و شبانه روز حسرت می‌خورند. در حقیقت برای این ملت بیچاره این سلطان مثل یک چاه عمیق است که انتها ندارد و تمام پول ایران آسان است اگر تمام طلاهای روی کره زمین را هم درون این چاه بریزن پر نمی شود. تاج السلطنه در انتقاد از درباریان تا اونجایی پیش رفت که به اون شورشی دربار می گفتن. اما در آرزوی سفر به اروپا، شاهزاده همیشه آرزوی سفر به اروپا و آشنایی با زنان اصلاح طلب اونجا رو داشت. اون زمانی که با همسر دومش ازدواج کرده بود، با فروش جواهرات و با کمک یه زن فرانسوی میخواست به اروپا سفر کنه که با مخالفت سخت خانواده خودش و همسرش روبرو شد و ناگزیر از سفر منصرف شد. اما ناامید نشد و سرانجام چند سال بعد تونست به اروپا سفر کنه و سالها به تحصیل دانش و زبانهای خارجی، موسیقی و نقاشی مشغول شد. تمدن اروپا و وضعیت زنان اونجا رو از نزدیک دید و به حال و روز زنان مملکت خودش حسرت می‌خورد. اون موقع بازگشت به ایران همچنان در تغییر اوضاع تلاش می‌کرد. تاج السلطنه سرانجام در اول ذیقعده سال 1354 هجری قمری، یعنی سال 1314 هجری شمسی، در 53 سالگی درگذشت و بنا به وصیت خودش در گورستان زهیر الدوله به خاک سپرده شد.